رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را یک درس بسیار خطرناک میده که در آخر الزمان یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافرا. صبح مسلمان می باشه دیگر کافر میشه. چرا؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعضی ساعات در روز، بعضی ساعات در شب امی اینترنت بسیار تیز می باشه. بعضی صنفا روزانه می باشه، بعضی شبانه می باشه. و در اینجا بسیاری وقتا همین افکار کفری، ظلمات که الله گفته نور یکیست، ظلمات یعنی وقتی که موبایلت باز میکنی یک جای قرآن است، 100 جای کفر است. یک عالم دین حقیقی میبرد، 100 عالمی که به نام دین است دروغگوی است و تو را با کفر داخل میکنه. از این 100 تا هر کدامش که لایک کردی و قبول کردی یمسی کافرن، شو اینترنت رو کافر است. حالا ما بسیار کافرها اینترنتی داریم.